سلام به همه دوستان. خوش اومدید به اولین پارت از سری ویدیوهای معرفی بازی‌های underrated. قبل از شروع لطفاً لایک کنید، کامنت بذارید و چنل ما رو سابسکرایب کنید. بریم. شماره 1 دیاس اکس هیومن رولوشن. سری بازی دیاس اکس پر از بازی‌های خوب و جذابه با تم‌های سایبرپانکی و سیاسی که تونسته کلی طرفدار جذب کنه. ولی تو ایران کمتر شناخته شده است. دیاس اکس هیومن رولوشن ساخته اسکوئر انیکسه که در سال 2011 برای کنسول‌های نسل 7 و پی‌سی‌ها عرضه شد. دیاس اکس هیومن رولوشن از لحاظ داستانی به چند سال قبل از نسخه اول برمیگرده، جایی که گروه ایلومیناتی داره از پیشرفت‌های تکنولوژی سوء استفاده می‌کنه. و در اینجا آدم جنسن نامزد و بدن طبیعیشو به دلیل حمله تروریستی به شرکتی که توش کار میکنه و وظیفه‌ش اینه که از اونجا حفاظت کنه از دست میده. و داستان ماجراجویی اون تازه شروع میشه. ما با یکی از جذابترین داستان‌های در تاریخ بازی‌های ویدیویی در دیاس اکس هیومن رولوشن روبرو هستیم. داستانی عمیق و تأمل برانگیز. داستان به تضادهای طبقاتی، سیاست و کنترل و پیشرفت تکنولوژی اشاره داره. و همینطور این بازی ژانر تئوری توطئه داره که این بازی رو برای اونایی که این ژانر رو دوست دارن خیلی جذاب کرده. بازی یا همون گیم پلی به صورت اول شخصه و بازی دو حالت تیراندازی و مخفی کاری داره. ویژگی‌هایی مثل نامرئی شدن، منفجر کردن اطراف و غیره از قابلیت‌های آدم جنسن است. بازی دارای مراحل فرعی و پرمحتواست با چندین مپ برج‌وزیاد که آدم‌ها در اون زندگی می‌کنن، زرج می‌کشن و می‌ترسن. این بازی از شاهکارهای ویدیو گیمی است و قطعاً از بازی کردنش پشیمون نمی‌شید. I never had a choice of what happened to me. How do you feel, Adam? The body may heal, but the mind is not always so resilient. Corporations have more power than the government. Everyone's fighting for power, for control. Help! Please! You to hell! Police have opened fire on the crowd. You'll never find them! I'll never stop looking. شماره دوم اسپک آپس لاین. بازی اسپک آپس لاین نه تنها در ایران بلکه در جهان هم ناشناخته است. شاید همین دلیلش بوده که دیگه این بازی رو ادامه نداده. داستان بازی برمیگرده به زمانی که دبی با طوفان شن مدفون شده و دیگه روی نقشه نیست. تا اینکه یک سیگنال رادیویی مرموز از دبی فرستاده میشه و تیم دلتا با فرماندهی جان کانراد برای نجات بازماندگان اعزام میشه. این بازی تونسته فضای جنگ رو خیلی دارک و غمگین جلوه بده. این بازی از کتاب قلب تاریکی نوشته جوزف کانراد و فیلم حال آخرالزمانه به کارگردانی فرانسیس فورد کاپولا الهام گرفته. حتما این بازی رو تجربه کنید. CIA's been here for God knows how long trying to clean it up. If we're gonna sort this out, we need to find John Conrad. I know there's a lot of you asking the same question right now. Why? There was no reason for any of this. We were looking for survivors. Well, you found some. They're still alive. Take care of them. It's a bitch, ain't it? This war is over. Dubai will be evacuated. And you will tell me what happened to John Conrad. You didn't actually think we'd just let you walk in here, did you? We've been set up. Welcome to
too strong! We need to get back inside! Go, go, go! There's too many of them! We can't hold much longer. Jesus, shoot it! Shoot it! We're going down! شماره 3 دیویل میکرای. احتمال زیاد است روزی دیویل میکرای رو زیاد شنیده باشید و یا حتی بازیشون کردید، ولی احتمالاً تعدادی کمتری از شما با ریبوت این بازی آشنایی دارید. ریبوتی که کاملا با نسخه‌های دیگه متفاوته و داستان و شخصیت‌های جدی‌تری داره. در حد دیگه میشه گفت این بازی اصلا دیویل میکرای نبوده و دلیل اصلی مقبول نبودن این بازی بین طرفداران همین موضوع میتونه باشه. داستان در مورد پسری جوان به نام دانته است، فردی که احترامی به جامعه قائل نیست. اون گذشته خودش رو فراموش کرده ولی میدونه که انسان نیست و حتی شیطان هم نیست. همه چی بعد از پیدا شدن برادر دانته به اسم ویرجیل که رهبر گروهی به اسم نظم هستش تغییر میکنه. این بازی اشاراتی به سیاستمدارا که اغلبشون در این بازی به شیطان تشبیه شدن وجود داره و کنترل مردم به شیوه‌های مختلف رو نشون میده که داستان خاص رو جذاب کرده. گیم پلی بازی اون هیجان و تنش هکن اسلش های دیویل میکرای داره و شما میتونید از سلاح‌های مختلف دانته و مهارت‌هایی که از همون درخت معروف مهارت‌های بازی ها به دست میارن رو استفاده کنید. بازی باس فایت‌های جذاب، مراحل متنوع و موسیقی‌های بین مبارزات رو داره. همه باعث ایجاد یک بازی هکن اسلش عالی شده. Has a nice ring to it, don't you think? Just like your father. Too big for your fucking boots. Me, a god, versus you, a piece of shit. You looking for a fight? Here I am. به پایان پارت اول رسیدیم. اگه از این ویدیو لذت بردید و براتون مفید بود لطفاً سابسکرایب کنید، کامنت بذارید و لایک کنید تا سراغ پارت 2 هم بریم. ممنون.